بله. کدوم روز است نمیدونم. روز دوشنبه. روز دوشنبه. دوشنبه نهم ما. روز ایدی غلبه. ایدی غلبه. ایدی غلبه کدوم کشور؟ کدوم دولت؟ ایدی غلبه تاجیکستان. بله. غلبه با کدوم دولت برسه با غلبه؟ چرا غلبه بود؟ یعنی نمیدونم. میمای. کدوم روز است؟ کدوم جشن است؟ روز استقلال. روز استقلال؟ روز جشن بزرگ وطن. همین میمای کدوم روز است؟ روز استقلال. میمای روز استقلال؟ نهم مای. بله میمای. نهم مای. روز فلک. روز فلک. روز فلک. نهم مای. روز وای. چه میگن؟ حاضر. روزی وقتی که جنگ تمام میشه. کدوم جنگ؟ جنگ بزرگ وطنی. همین جنگ بزرگ وطنی میانی کدوم دولت بود؟ میانی کدام دولت ها؟ خیلی وقتش بود. نهم مای روزی وای ارتش ملی. نه نهم مای سال 1941 وای روزی غلبه. ایدی غلبه کدوم کشور؟ اتحاد شوروی در گرمانیا فاشیستی. در کدوم سال؟ سال 1945. جنگ 41 سال 45 روزی دیگه. уже به آخر رسیدن جنگ. غلبه کدوم دولت؟ دولت تاجیکستان. تاجیکستان. بر ضد کدوم دولت؟ با کدوم دولت غلبه بود؟ هم تاجیکستان است چه؟ چه غلبه بود است؟ کدوم غلبه غلبه؟ جنگاوران. جنگاوران بر ضد کدوم غلبه بود؟ برای قشلاق. برای دولت خودش. و بر ضد کدوم دولت جنگ کرد غلبه بود؟ برای دولت که بود کردن دولت خودش. یک دقیقه ممکن است. نه کجا نمی‌تونم نه بخش. بیم اجازه. روزی غلبه. آدم اینی وای. جنگ بزرگی وطنی. جنگ بزرگ وطنی میانی کدوم دولت بود؟ یعنی روسیه و میانه و همین دولت ها و آلمان. در کدوم سال بود؟ در 1941 و 45. مای روزی کنستیتوسیا سرقانون. روز غلبه بر فاشیسم.